و بالای زمین سبزی میکند، وقتی این آب که بارید تمام مردم مثل سبزه گفت از زمین میبرایند. لیس من الانسان شیء الا یبلى، از انسان گفت از استخوان جسد انسان چیزی نمیماند که ناپوسیده ماند الا عجب الظن. پیغمبر گفتند مگر عجب الظن بگفتند باقی میماند. منه یرکب الخلق یوم القیامت. پیغمبر خدا گفتند از همین عجب الظن روز قیامت مردم چیکار میکند؟ نشو و نما مییابد. یعنی عجب الظن به شما خبر داده بودیم یک استخوانی هست از قسم پس پشت ما و شماست که خیلی سخت است، همان نمی پوسیده است، در زیر خاک همان سختی هم باقی میمانده است و روز قیامت خداوند از همون ما و شما را چیکار میکند؟ بار دیگر باز زنده میگرداند. و جمعه پیشین به شما آگاه کرده بودیم حدیث پیغمبر خدا را. حضرت گفته بودند انا سید ولد آدم ولا فخر و انا اول من تنشق الارض یوم القیامت ولا فخر. حضرت گفتند که در سنن ابن ماجه هم روایت می شود این حدیث، گفتند من سردار فرزند آدم هستم در روز قیامت، این نعمتی هست که خدا بر من داده است، من بر این افتخار نمی کنم. و اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود این قبر، این تربت من است، من بر این گفت افتخار نمی کنم مگر این نعمتی هست که خدا بر من داده است. اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شده است این قبر پیغمبر خدا بوده است، قبر محمد بوده صلی الله علیه و سلم، که برای شما حکایت کردیم که حضرت از قبر به مجردی که بیدار می شود با اذن خداوندی چهره حضرت تغییر یابنده بود. چگونه که در دنیا غم امت بود، در حالت ممات، در حالت از دنیا گذشتن غم امت بود که حضرت علی می گوید که شاید که چند دقیقه از حیات پیغمبر خدا باقی مانده بود، وقتی من گوشی خدا بالای سینه حضرت گذاشتم پس صدای می آمد امتی امتی امتی. حالت مماتم فکر امت بود. وقتی آخرم روز رستاخیز شود آغاز امتی امتی گفته گفته خیزد باز، آن روزم چیکار میکند؟ در غم امت است. این گونه پیغمبر مهربان ما و شما صاحب هستیم. ما و شما خیلی بنده خوب و خیلی بنده مناسب و لایق در نزد خدا بودیم که این چنین پیغمبر پیشوای ما و شما ساخت. و در همه ما و شما فرض عین است که پیغمبر خدا چگونه ای که ما را دوست می داشت ما نیز باید او را دوست بداریم. خداوند در قرآن می گوید این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. محمد بر تمام بندگان من خبر بده اگر دعوا کنند که ما خداوند دوست می داریم هر آینه پیروی تو شوند، پیروی سنت های تو شوند. یحببکم الله، این صورت من هم اونها را دوست می دارم خدا گفت. و یغفر لکم ذنوبکم، بعد دوست داشتنم این که تمام گناه اونها را مغفرت میکنم. کدام بندگان من اگر محب محمد باشند، پیرو محمد باشند، من اونها را دوست می‌دارم. خدای ما و شما خبر می‌دهد و گناه اونها را مغفرت می‌سازم. والذی نفس محمد بیدی، پیغمبر خدا گفتند قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و ولده و الناس اجمعین. قسم بر آن ذاتی که جان این پیغمبر شما در دست اوست،
ایمان شما ای مردم کامل نیست، شما مسلمانی کامل و پررن نمیشوین تا آن زمانی که اگر از جانهاتان دیده، از پول و مالتان دیده، از فرزندهاتان دیده، از پدر و مادر و خویش و تبار و یار و رفیقتان دیده محمد را دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. اینا پیغمبر خدا گفتند. حبیبم را کسی که دوست دارد، حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. به جان و دل محبی مصطفی باش، به یاران محمد جان فدا باش. حضرت مولوی میگوید هر کسی که محبت محمد اگر در دلش داشته باشد وای اصلا وارد دوزخ نمی شود. چی نعتی پسندیده گویم تو را، علیک السلام یا نبی السلام. حضرت سعدی هم میگوید چی نعت بگم ای پیغمبری خدا، چگونه من تو را وصف کنم؟ چی وصفت کند سعدی نا تمام، علیک السلام یا نبی السلام. من هر وصفی که کنم عاجز هستم، وصفی تو را بیان کردن نمیتونم. فقط رحمت و درود خداوند در حق تو ای محمد. عبدالله ابن عمر میگوید باری میگد نزد پیغمبر خدا داخل شدم، نگاه کردم که کتاب مقدس قرآن کشاد و تلا قول الله تعالی فی ابراهیم. رسول اکرم میگوید سوره ابراهیم را کشاد و مناجات حضرت ابراهیم در حق امتش چگونه بود وی را خوان میگن که حضرت ابراهیم در حق امتش گفته بود است ربی انهن اذللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانه منی. پروردگارا در این زمانی که من مبعوث شدم به پیغمبری، امتهای مرا این بتها همه گمراه ساختند. دوره حضرت ابراهیم بسیار بت پرستی بود، به نهایت بتهای زیاده بود که مردم آنها را پرستیش میکردند، آنها را خدا میگفتند، از آنها مدد طلب میکردند. چگونه که امروز ما و شما با بعض سنگ و با بعض تومار و با بعض مزارها شفاعت طلب میکنیم، همان زمانها هم از بتها شفاعت طلب میکردند، مدد طلب میکردند. حضرت ابراهیم گفت پروردگارا، گفت کدام اینها که اگر پیرو من شدن همونهاش از من هستند، کدامش پیرو من نشد، پروردگارا تو غفور و رحیم هستی، اختیار به ذات توست. رسول اکرم این مناجات ابراهیم خواندند. بعد از آن مناجات عیسی را خواندند. حضرت عیسی چی گفته بود است؟ این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. پروردگارا اگر این امتهای مرا عذاب دهی، همش بندگان توست، اختیار، و اگر مغفرت چانم که کنی تو توانا هستی، ای ذات پاک، هر گونه معامله که بر امت من میکنی کردن بگیر. رسول اکرم این مناجات ها را خواندن و عبدالله ابن عمر میگوید فرفع یدیه فقال اللهم امتی امتی. میگه رسول اکرم نگاه کردم، دستی مبارک برداشت، گفت پروردگارا من تمام امت از تو طلب دارم، خواه گناهگار باشد خواه غیر گناهگار، همش را از تو طلب دارم. فقال الله عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسله ما یبکیک. جبرائیل گفت نزد محمد برو و پروردگار محمد میداند که محمد چی میخواهد، لکن از او سوال کن چرا گریه میکند. جبرائیل میگه پیک رحمان در یک حالت نزدیکترین نزد محمد رسید، فسأله فأخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال.
از محمد پرسان کرد محمد برای چی گریه میکنی؟ پیغمبر خدا برای جبرائیل خبر داد، به جبرائیل خبر داد سبب گریه خودش را که گریه من برای امتم هست، خواه گناهگار باشد خواه غیر گناهگار، همش را از درگاه خدا طلب دارم. جبرائیل میگه ناپدید شد، زمان بعد باز آمد و از نام خداوند بر محمد سلام فرستاد و گفت خداوند بر تو میگوید ای محمد این سنرضیک فی امتک ولا نسوء. محمد را بگو که سر خدا از سجده بردارد که من زود است که وی را راضی میگردانم، از امتی وی فراموش نمیکنی. این خداوند یک بشارت بر رسول اکرم داد که این بشارت نیکبختی ما و شماست که ما در روز قیامت از امت محمد فراموش نمیکنیم، زود است که محمد را راضی میگردانیم. حضرت دیلمی میگوید که ابن عباس از ابن عباس روایت میکند اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باز این روایت چی میگوید؟ لولاک ما خلقت الدنیا. جبرائیل آمد میگد گفت محمد اگر در اراده ما آفریدن تو نمیشد، خلق کردن تو نمیشد، ما جنت را نمی آفریدیم. اگر محمد در اراده ما آفرینش تو نمیشد، ما حتی دوزخ را هم نمی آفریدیم. ابن عساکر میگوید که حتی جبرائیل گفته بود است که محمد اگر تو در آفرینش خداوند نمی بودی، حتی دنیا را هم خدا نمی آفرید. همه خلقی جهان این نوری دیده، خدا از نور احمد آفریده. خدای قادر از قدرت نمایی، از او پیدا نبود این ماسوایی. تمام عرش و کرسی و قلم را، چنین لوحی عظیمی محترم را، بهشت و دوزخ و سبع و فلک را، زمین و آسمان جمعی ملک را، مه و خورشید و کوکبهای تابان، شمال و رعد برق و همچراغان، همه دیو و پری و آدمی زاد، همه وحش و طیور و جمله بنیاد، ز نور احمدی آمد به دنیا. همین از اعتقاد اهل ارشاد. اهل ارشاد اعتقادش همین است که آن چیزی که در دنیاست همش از نور محمد است. همان روزی که در آدم دمی دم بدید اندر قفایش نور خاتم، بگفتا کیست یا رب در قفایم، نمی سازد جدایی از وفایم. حضرت مولوی میگوید روزی که حضرت آدم خدا آفرید، در پشت وی یک چراغ را، یک ستاره درخشان را که این نور محمد بود میگد آفرید. حضرت آدم این روشنی را میگه مشاهده میکرد، پرسید بگفتا کیست یا رب در قفایم، نمی سازد جدایی از وفایم. این کین است که در پس من اینقدر روشنی میکند؟ خدا گفتش نوری مصطفایی، ندارد عمرها از تو جدایی. با تو فرزند با ما او حبیب است، به دردی امت عاصی طبیب است. خداوند گفت ای آدم، گفت این فرزند توست لکن حبیب من است. این پیغمبری هست که زمان نزول میکند، فقط دقتش غمش همش برای امت عاصیش است. بگفت یا رب من بین مای نورش، با چشمی سر ببینم با حضورش. خدا آورد از پس بین ابرو، درخشان چون کواکب شعله او. حضرت میگوید وقتی حضرت آدم که این صفات محمد را شنید، در ذوق آمد، گفت خدایا، گفت چی می شود که وی را از پیش بیاری که این چراغ، این روشن را با چشمی سر ببینم. خداوند از پس میگه در بین ابروش آورد، مثل چراغ، مثل یک ستاره را میگه جرقص میکرد. خدا فرمود بر رضوان جنت، بیار آینه آدم را به طلعت. ز جنت داد آینه به آدم، به آن آینه دید اون نور خاتم، که شد او عاشقی نور محمد، درود خوان شد به ارواح محمد. خداوند امر کرد آینه را از جنت بیاریم برای آدم.
حضرت میگه در آینه وقتی این ستاره را دید در حق محمد چکار کرد؟ درود خوان شد. خوش به حال همه ما و شما. بریده میگوید که راوی این حدیث است: اهل الجنتی 20 صفا. روز قیامت جنت 120 صف می شود. عددی را خدا می داند هر صف چند آدم دارد. 80 من هذه الامه و 40 من سایر الامم. پیغمبر خدا گفتند 80 صف این جنتی ها از من است، 40 صف این از تمام پیغمبرهای دیگر است. 80 صف جنتی ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم است. خلاص البته ما و شما باید که پیغمبر خدا را دوست بداریم. دوست داشتن پیغمبر خدا این پیرو به سنت حضرت است. دوست داشتن او چنگ زدن با سنت های پیغمبر خداست. من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم گفته و اگر خلاف سنت او شما عمل کنین، این علامت تکذیبی است، این دروغ است، این ما باور نمی‌کنیم. در صورت شما محب محمد شده می توانید که آن چیزی که حضرت گفته است شما پیروی او باشید. از موضوع قیامت برای ما و شما یکی ترازوی اعمال و دیگر نامه اعمال و دیگر پول صراط باقی مانده است. انشاءالله در این سه موضوع برای شما مختصراً صحبت میکنیم که آیا ترازوی اعمال چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. خداوند در قرآن بر همه ما و شما می‌فرماید ترازوی اعمال در روز قیامت حق است. بس هر کسی را که ثوابهای او وزنین است، اون جمعیت در نزد خداوند نجات یافتگان هستند. و نزع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبة من خردل آتینا بها و کفی بنا حاسبین. صدق الله العظیم. خداوند میگوید روز قیامت ما ترازوی اعمال را در بین میگذاریم. فلا تظلم نفس شیئا، ما به هیچ کس ظلم نمیکنیم. و این کان مثقال حبة من خردل، اگر به منزله یک دانه سپند اگر در دنیا کاری نیک یا بد کرده باشد، ما در ترازو وی را میسنجیم. و کفی بنا حاسبین، آن روز حساب کننده ترازو خدا یک و یگانه است. ثواب‌هایی که در دنیا شما کردین، بدی‌هایی که شما در دنیا کردین، هیچ کدام این فراموش نمی شود. روز قیامت مفسرها بر اینند که ترازو دو پله دارد. چگونه که امروز دو پله ترازو هست و زبانه دارد و تمام مردم وی را به چشم می‌بیند تا که عدالت خداوند در اونجا روشن شود. کردارهای ما و شما را میکشند، وزن میکنند. فما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا میگوید البته پاداش کسی که در دنیا به منزله یک ذره یک چنگی که در آسمان میخیزد، کسی اگر به منزله همون نیکی کرده باشد پاداشش نیکی است. اگر به منزله همون یک گرد بدی کرده باشد پاداش بدی میگیرد. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. خداوند در دیگر آیت قرآن سوره القارعه چی میگوید؟ کسی را که اگر ترازوی اعمالش وزنین شد،
او در یک زندگی پسندیده هست، یعنی این جنت است. و اما من خفت موازینه فامه حاویه و ما ادراک ما هی نار حامیه. خدا میگوید کسی را که اگر ترازوی اعمالش سبک شد، یعنی کردارهای نیکش خیلی کم است، اینها را گفت حاویه قبول میکنند. در اینجا کلمه استفاده میشد، الحاویه. گفته مادر میگویند. مفسران میگویند چگونه ای که مادر طفل خود به سوی خود میکشد، کسانی که در روز قیامت ترازوی اعمالشان سبک میشود، دوزخ وی را مثل مادر میکشد به سوی خودش. و ما ادراک ما هی نار حامیه. شما حاویه میروید، میگوید آدم هایی که ترازوی اعمالشان سبک است. حاویه چیست؟ این هم یکی از طبقه های دوزخ است. ما و شما دوزخ میگوییم، شاید که در همین خاطر ما و شما یک عادی بگذرد که دوزخ چی است. خدا در قرآن میگوید کلا انها لظی نزعت للشوی. این دوزخ خیلی سوزنده هست، خیلی شعله ور است. نزعت للشوی، شوی گفته پوست انسان میگویند. 100 ساله راه ماندن به دوزخ ده خدا میگوید پوست انسان بدر میکنند. اینا دوزخ میگویند. نار بنی آدم التي توقدون، پیغمبر میگوید این آتشی که شما در چکدانهای خود استفاده میکنین، این آتش هایی که برای چای جوشاندن خود استفاده میکنین، پیغمبر خدا چی میگوید؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این یک حصه از 70 حصه آتش دوزخ است. این یک حصه است. ما و شما در همین آتش دنیا طاقت نداریم. فاعمل المعصیه بقدر صبرك على النار، پیغمبر گفته است از این خاطر همون قدر گناهی بکن که قوت سوختنش داشته باشی. ان اهون اهل النار عذابا، پیغمبر میگوید آسان ترین عذاب در روز قیامت در دوزخ چه عذاب است؟ من له نعلان یغلی منها دماغه. آسان ترین عذاب دوزخ، پیغمبر خدا گفتن این است که مرد را میارند، مرد دوزخی را میارند و 2 پای افضالی که دوزخی هستند در پیش او میگذارند و میگویند این پای افضال ها را بپوش. پای افضال ها، پیغمبر خدا گفت چنان یک حرارت، چنان یک حرارت گرمیش بلند هست که چه است؟ یغلی منها دماغه، آب بینیش می جوشاند. این آسان ترین عذاب دوزخ است. ما و شما بترسیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، برای همین خدا ما و شما را میگوید ای مردم از خدا بترسید. خدای شما سختگیر است. شاید بعضی سوال ها کنند که آیا ترازوی اعمال عمل انسان را چقدر میسنجند؟ مفسرها بر این اختلاف نظر دارند. من در یگان حدیث صحیح ندیدم چگونگی ترازو را پیغمبر خدا بیان نکردند، لکن مفسرای قرآن در این اختلاف دارند که عملهای نیک و بد شما در روز قیامت به یک مجسمه تبدیل می‌یابد، یعنی به یک صورت تبدیل می‌یابد، به یک صورت مردی زیبا یا به یک صورت مردی خیلی زشت، و اونها را خداوند در روی ترازو میگذارد و میکشد. کردارهای نیک ما و شما به صورت یک مردی زیبا میگردد، کردارهای بد ما و شما به صورت یک مردی خیلی زشت، خیلی صورت شکلش ناخوبه تبدیل میگردد. خداوند اینها را میکشد و برای ما و شما خبر میدهد این عملی نیکت، این عملی بدت است. بعضی از مفسرها بر اینند که همون نامه اعمال کتاب وقتی که اگر وزنین باشد و خداوند در بالای همون ترازو میگذارد، همون زمان حکم تو را میبرارد. و اینش مفسرها رفتند.
لکن ما و شما یک عقیده باید داشته باشیم. والوزن یومئذ الحق، خدا گفته است ترازو در روز قیامت حق است و عملهای شما همش کشیده می شود. خدا کند که در او روز این جمعیت ما و شما خندان باشند. خدا کند که در او روز ما و شما خجالت نباشیم. وقتی میگوید بنده ای که اگر در او روز ترازوی اعمالش سبک می شود چی میگوید؟ ای وای بر حال من، کجاست همون مرگی که کاری خودش باز برای من انجام دهد تا که چشمهای من این ترازو را نبیند؟ چگونه ای که یک ترازو را در دنیا ما و شما اگر کیلای ما و شما را یگان سوداگر اگر کم میزند و ما را در حالت جنایتش میقپیم خجالت میشود، بنده در روز قیامت همچنان در نزد ترازوی خود خجالت میشود. شما میتوانید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. شما میتونید که در همین دنیا ترازوی اعمالتان وزنی کنید، میتونید ترازوی اعمالتان در همین دنیا وزنی کنین. حضرت میگوید ورنه حسرت خوری. جان من میگوید حسرت میخوری، دیگر برای تو فایده ندارد. این ترازوی اعمال است. من مختصرا برای شما اینا را حکایه میکنم. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت، ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند واری کشال میستد و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا، وقتی که نامه اعمال تو به دست راست تو داده شد تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند. و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد، این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا، و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا، این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود، حتی چنان ماشین های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنوده بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ اینکه دویم باره زنده شدن نیست، لیکن خداوند میگوید بله انه کان
بلی میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه. در دیگر جای قرآن خدا چی میگوید؟ وقتی نامه اعمال را به دست راست دادیم، ها اقرؤوا کتابیه، ها مفسران میگویند این معنای بگیرید را دارد. فریاد میزد است بگیرید کتاب من را بخوانید. وقتی به دست راست ما و شما میداد است، این الک مژده نجات است. میگفتند، فریاد میزدند بیایید کتاب من را بخوانید. اینی ظننت، من گمان میکردم اینکه روز قیامت البته با حساب خود رو که ما با حساب خود رو پرو شدیم. خداوند بعد نامه اعمال بر او دادن چی میگفته است؟ میگفته است رو میگفته است در جایی که برای تو پسندیده هست، برای تو در آن جایی که تمام نعمت هست، رو از وی استفاده کن. قطوفها دانیه، هر میوه‌ای که انسان میخواهد خداوند جنت را وصف میکند. هر میوه، هر خواهشی که انسان میخواهد، خواه در حالت نشسته باشد، خواه در حالت کچپلو باشد، خواه در حالت راستا باشد، دست او به اون میوه ها میرسد. قطوفها دانیه کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. همین انسانی که به دست راست نامه را میگرفت است، خدا میگفت است بخور و بنوش این نعمت های جنت را، زیرا که تو در دنیا برای این روزهای مشکلات چکار کردی؟ نیکی های زیادی روان کردی. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. کسی را که اگر به دست چپ نامه اعمال دادیم، خداوند میگوید چی میگوید؟ در حال او داد میزند ای کاش که پروردگارا این کتاب را بر من نمیدادی، ای کاش که من از حساب همین کتاب درکدار نمیشدم. ای مرگ کجا هستی کاری خودت در حق من انجام دهی؟ برای من مال و ملک و آن سلطنتی که داشتم برای من هیچ فایده نکرد. اینها در اونجا چکار میکردن؟ حسرت میخورده. ثعلبی میگوید، از ابن عباس روایت میکند که ابن عباس گفته بود از روز قیامت اولین شخصی که نامه اعمال او به دست راست او داده می شود این عمر ابن الخطاب است. از ابن عباس پرسان کردند ابن عباس وقتی که این عمر ابن الخطاب اولین نامه اعمال را به دست راست که گرفت، پیغمبر خدا گفته بود بعد من افضل ترین مردم ابوبکر صدیق است، ابوبکر در کجاست؟ ابن عباس گفتند هیهات هیهات. وقتی که نامه اعمال در دست عمر که می افتد، ابوبکر بالای دستهای فرشتگان آسان و شتابان وارد جنت شده است. یعنی ابوبکر پیش از عمر وارد جنت گشته است. و پول صراط چی هست؟ در عقاید طحاویه میگه هو جسر علی جهنم. این پول صراط، جسر گفته اصلا یک کوپرکی را میگن، در ما و شما پول را میگویند، یعنی بالای جهنم کشیده شده است. و این منکم الا واردها، خداوند در قرآن سوره مریم ده میگوید نیست بر یکی شما این که البته از پول صراط باید که بگذرید. هر کدام شما باید که از پول صراط باید بگذرید. پول صراط را هم پیغمبر خدا حدیث های مبارک ده میگوید که خیلی باریک است و خیلی تیز است. حتی در بعض احادیث ها چی میگوید؟ مثل همین خار مرغلانی که در راه ها پرتافته می شود، بالای همان پول صراط میگد گذاشته شده است.
کسی که اگر در دنیا نیکی‌هاش زیاد باشد به منزله همون نیکیش گفته است پیغمبر خدا در پیش او روشنی پیدا می شود و او انسان چیکار میکند؟ از این پول صراط میگذرد. البته پول صراط هم حقیقت دارد که اینها را آیات‌های قرآن برای ما و شما حکایت میکند. اینها مختصراً در باب این نامه اعمال و ترازوی اعمال و پول صراط برای ما و شما حکایت شد. الحال یک چند روز است که اینجا سوالهای خیلی زیاد و برادرها حتی سوالهای تعجیلی کردند که همان جمعه خواستند جواب آنها را بگیرند، لیکن صد افسوس که ما این سوالها را نخواندیم. برای همین به همه ما و شما انشاءالله از این 3 جمعه که سپری شد معلوم شد آمدن قیامت، نشانه های قیامت، چگونگی قیامت و باید ما و شما چیکار باشیم. چگونه که پیغمبر خدا گفتند استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آن که مرگ بر بالای شما می آید باید برای مرگ شما تیاری ببینید. یعنی پیش از آن که قیامت بالای هر کدام ما و شما می آید باید که ما و شما بر روز قیامت چی باشیم؟ تیار باشیم، تا که در اون میدان، در اون حشرگاه ما و شما خجالت و شرمنده نباشیم. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش می نمایم که در این مسئله ما تیزتر جواب گویید. من سوداگری می نمایم و در وقت حاجت بر من افتاد زنم را در جای خود می مانم که سودا کند. روز من زنم را در جای خود ماندنی شده به حاجت روان شدم. در این وقت یک سوداگر دیگر مرد بود، از پس او آمده در کتف او با طرز شوخی زده و از بند دست زنم داشته با 2 دست او را داشته و سلام کرده احوال پرسی میکرد. این عمل بر من خوش نآمد و من زنم را سخنان ناخوب بدی که از شریعت بیرون است گفتم و این حادثه به خانگی ها همانم رسید و زن من گفت که اصل واقعه این نیست. من از خشم بسیار از همه علل خصوص از ابلیس لعین فراموش کرده به زنم قسم دادم اگر اصل واقعه چنین باشد طلاق. او جواب داد که بله، لیکن در حقیقت اصل واقعه چنین بود. شما داملای عزیز جواب گویید که زن من طلاق شده است یا نه؟ بعد این واقعه من در ساعت 3 شب از خواب خیستم و با همراهی زنم طهارت کردیم و زن من تن و نفس خود را بر من بخشید و من قبول کردم. خواه خطا باشد خواه روا، من شاهد نکاح خود خداوند و ملائکه ها را ثواب گناهی که مرا کتابت میکنند انتخاب کردم. در حق ما دعای خیر کن که من از خدا میترسم. خیلی بگیم یک مکتوب علم آور، لیکن آخرش اثبات میکند که تو از خدا نمیترسی. زیرا که زنان را بس از همین یک هنر نشینند و زایند شیران نر. حضرت فردوسی به حکمت نگفتند زنان را بس از همین یک هنر نشینند و زایند شیران نر. وقتی زن بازاری شد دیگر هر چیزی که به سری تو می آید تو نفس خود ملامت کن. وقتی تو مرد هستی و قدرتی در بازار نشستن داری، باز به زمین اگر زنی خدا مثال میبری و در بازار که میگذاری اون بازار است. مردم میقپش، بچه هم میقپش، قطعی و هزارها آدم یک روز در سلام میکنه. البته مرد اساسی و مرد حقانی و مرد مسلمان باید رشک داشته باشد، رشک اسلامی داشته باشد که یک مرد چه حق دارد که با زن من سلام میکنه. این حالت دیوسی و بیغیرتی ما و شما را نشان میدهد که زن ما و شما با طلبش سلام میکند، با همسایش سلام میکند، با یگان آدم نیکاره سلام میکند. این دیوسی ما و شماست. در یک خانه یک مرد مهمان شده است. بعداً همون مردم یک مرد بیغیرت فرمان داده است برای زنش که دسترخوان بیار.
چگونه ای که در خانه ما مردم الها زنها و دخترهای ما و شما خدمت میکند، این قطعیاً منع است. نخواه که زنی تو در پیش رفیقی تو خدمت کند، او خم می شود، راست می شود، تمام وجود او در میدان است. او جایز نیست در پیش ما و شما، زن ما و شما و خواهر ما و شما خدمت کند. پای ما و شما نمیشکند، خود ما خدمت میکنیم. حضرت عمر در خانه مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد. میگو ملائکه ها برای آمدن مهمان خوشنود هستند، راست ایستادند. عمر کجا نشیند؟ آیا ما و شما قد عمر هستیم؟ خودتان خدمت کنید، بچه هاتان خدمت کنند. در یک خانه یک مرد میگد وقتی مهمان شده است، زنش خدمت کرده است، بعد این مرد مهمان آدم دیندار بوده است، خواست است که همین صاحب خانه را یک تعلیم دهد. چشمش میگه از زن همون نکن، فقط زن همون را نگاه کن. چای میارد همون را نگاه میکند، پس میرود پسش نگاه میکند، پیش میرود پیشش نگاه میکند. این خانه‌دار خجالت شد، میگه از این مرد مهمان پرسید. مهمان گفت آخه بار به سوی دسترخوان نگاه نمیکنی، فقط همین چشمهای تو به سوی زن من است. این مرد مهمان چی گفتند؟ گفتند مادام که زن تکی آوردی بگذار که تماشاش کنی. اگر نمیفاریدت از تماشای ما، از نگاه کردن ما، خودت خدمت میکردی. مادامی که آوردیش به نزد ما، مرحمت دیگر ما تماشاش میکنیم. و این برادر این حادثه ای که شده است، این فتوا را من فتوای طلاق نمیتونم، لیکن میگم که طلاق شده است. زیرا که اصل واقعیت چنین باشد و شما شرط گذاشتین که اگر همچنان باشد تو طلاق، اگر واقعه و حادثه همچنانی که الحال حکایت کردی که باشد، اون زن گفته بود است بله اگر اصل واقعیت چنین باشد من طلاق شده است. اینا شما میتونین که در اداره مفتیات رفته چکار کنین؟ فتوا میگیرین. در این حالت نکاح خدا و فرشته ها هیچ وقت شاهد نمیشوند. این عقیده ها را از معینه و فکر اختان دور کنین که سنگ میمانند، کلوخ میمانند، دیگر میمانند. میگن اینا چی هستند؟ شاهد هستند. اینا شاهد نمیشوند. در نکاح تا دو مرد شاهد نباشد، نکاح شما نکاح نمیشود. و اگر تا حد امکان شما را اگر چقدر مجبور نسازد زندگی و شما بیمار نباشین، زنهاتون بازاری نکنید. زنها را بگذارین همون کار خانه را انجام دهند. شما مرد هستین بیرون در کار کنین، مهنت کنین، هم زنتون نفقش برسونین، هم فرزنداتون نفقش برسونین. انا این حالت چی است؟ خدا ترسی هست. این صورتش اگر میگفتی من از خدا میترسم، من باور میکردم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، بعضی زنان بعد نماز خواندن جای نماز خود را بوسه میکنند، مگر درست است یا نه؟ اگرچه غلط است، مثال بوسه کردن جای نماز هیچ یگان نه حدیث است، نه آیت است، نه یگان فتوای آمدگی است که ما و شما جای همان سجدگاه خود بوسه کنیم. یا که امروز سنگچه میگردانند در ختمها، بعد هم سنگچه را مچک میکنند. اینا نیست که اینا تماما ممکن نیست. حتی از همه در قبر نزدیکترین ما و شما پدر مادر است، فتوای خلاصه میگه قبر بوسه کردنش حرام است. حرام. چگونه که امروز مزارها در سنگها را بوسه میکنند، اینا حرام هستند. شما تمام حسناتتون از دست میتین، تمام نیکی های شما نابود میشود. شما به یک عمل شرکانه دست میزنید. این غلط است. السلام علیکم. یک گروه دختران بچه ها را از نماز خواندن بیراه میکنند. بچه ها چیکار دارن با دخترها؟ بچه ها باید با دخترها صحبت نکنند، اگرچه دخترها امروز افلاس شدن. شما خود چیکار کنید؟ احتیاط کنید، کاری کنید که با دخترها هم صحبت نشین. البته با دختر که هم صحبت شدی، با دختر که صحبت ها که گرم شد، تو را نمیگذارد که وای نماز بخوانی.
زیرا نماز که خوانده باید که تو را از صحبت دختر و از زنا این نماز منع کنه. مادام این نمازی تو را از صحبت کردن با دخترها و از کارهای فحش و فاحشه منع نکرد، این نمازی تو نمازم نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد از سلام یک چند سوال دارم. حاجیان حج می روند، بعد از حج آمدنشان توی میکنند، این چی خیل می شود به ما فهمونید؟ دویم، از هوس دندان طلا کردید، بعدم پشیمان شدید، از روی نافهمی بود، و ما میگوید که نان خوردگیتان حلال نیست، این را بر ما فهمانید. یعنی حاجی هایی که مثال توی ها راسته میکنند، امروز چندین حاجی ها را دیدیم که در توی ها عرق میدهند، در توی ها رقاصه میارند، $400 $500 برای همو رقاصه ها جدا میکنند. خیوار به حال همو حاجی یا داملا باشد یا شیخ باشد، کسی نباشد. مادامی که به کاری که ما برای چی الحال گفتم که محبت ما و شما در حالت با پیغمبر خدا ظاهر میگردد، روشن میگردد که ما پیرو محمد باشیم صلی الله علیه و سلم. کسی پیرو پیغمبر خدا می شود باید از این افلاسی ها دور باشد. حاجی که عرق داد، حاجی که رقاصه آورد، حاجگیش هم بیچاره ثوابش گم می شود، مرتبه حاجگیش هم دیگر از بین می رود و فردای قیامت از روی این قدر آیت حدیث هایی که الحال می خوانیم خدا داناست که وای در صف حاجی ها هست یا نه، ایره خدا داناست. خیلی حالش مشکل است. باید حاجی ها و داملا ها و اینا چی باشند؟ اینا یک مثال در بین مردم باشند، اینا نمونه باشند، مردم از اینها باید عبرت بگیرند. وقتی دختری داملا باشد یا شیخ یا حاجی اگر در بین برآمد مثال رقص بازی کرد یا سرشلوچ کرد، ترک سطر کرد، پس دیگر مردمی عادی را ما چی گونه نصیحت کنیم؟ اگر از هوس کسی که دندان طلا میکند، دندان طلا از هوس کردن حرام است. کسی دندان طلا دارد نان خوردگیش حرام نمیگیم، لیکن در نمازش در عبادتهاش همین عملش چی می شود؟ خلل پذیر است. باید که دندانهای طلا را از دهن جدا کند بگیرد، علاج ندارد. از هوس باشد، از زیبایی باشد، هیچ وقت به دندان طلا شما چکار نکنین، کوشش نکنین، هوس نکنین. دندان طلا در صورت رخصت است که اگر ضرورت باشد، ضرورت باشد میلش، لیکن ضرورت نباشد برای هوس و برای زیباییش، این حرام است. اسلام این رخصت نمیدهد. پیغمبر خدا را حدیث چندین بارها با شما گفته گذاشتیم که حتی چله طلا را در دست یک جوان دید، حضرت از دست او گرفت، چیکار کرد؟ پرتافت، در زمین پرتافتش. وقتی اطرافش جوانها رفیقاش گفتن که پیغمبر رفت بگیر استفاده کو، این جوان که جوانی ایمانش که مکمل بود چه گفت؟ آن چیزی را که پیغمبر در زمین پرتافته است من او را دیگر بار دیگر نمی بردارم. یعنی چله داختن هم حرام است، گردن بند داختن هم حرام است، ساعت طلا هم حرام است، روچکه طلا هم حرام است. چیزی که طلا باشد برای مرد حرام است. ما و شما حق نداریم که اینها را استفاده کنیم. اینا در عبادت های شما خلل میرساند و این نشانه مردی شما هم نیست. پول دارین، مال دارین، امروز مسلمان ها محتاج هستند، امروز طالب علم ها احتیاج کتاب دارند، امروز مسجد ها ناتمامند، مرحمت در اینجا یاردم کن. انا نشانه مردی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های شده را در نامه اعمالی همه این بندگانت خدایا کتابت بفرمایی. خدایا هر مراد و مطلوبی که دارند با فضل و کرم خودت برآورده خیر بگردانی.
خدایا ما را و فرزندهای ما را برای راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءالله جمعه آینده خیلی سوالهای زیاد در نزد ما هست، جوابهای این برادرها را میگردانیم. بعدا خدا خواسته باشد باز به یگان